ما چند تا مانع داریم که باعث میشه توی زندگی از لحاظ شخصیتی رشد نکنیم و ذهنمون قفل میشه و اگر منبع درآمد هم داریم منبع درآمدمون یه جایی استوب میخوره، بالاتر نمیره و بعضا پایین هم میاد. خب این بازدارنده ها رو میخوام امروز یه کوچولو توضیح بدم، یه کلیتی از ماجرا دستتون بیاد و در آینده حالا در موردش خیلی ریزتر میشم، خیلی با جزئیات بیشتری بهتون توضیح میدم. مسئله اولی که میخوام بهش عنوان کنم اینه که شما تو زندگی از همون بچگیتون، از بچگی خودم، خب یه سری چیزایی رو شنیدیم، یه سری چیزایی رو دیدیم، یه سری چیزایی رو لمس کردیم، یه سری چیزایی رو خوندیم و به همین شکل یه سری داده ها وارد این مغز ما شده و اونها یا به صورت آداب و رسوم یا به صورت عادت یا به صورت تربیت یا هر آموزش یا هر چیزی که اسمشو بخوای بذاری در من، در شما و تک تک آدم ها ایجاد شده، تثبیت شده و اون شده باورش. مثلا من باور دارم که اگر این اتفاق بیفته این بدشانسی اتفاق میفته. یه سری از آموزش هایی که از جنینی، حتی یعنی زمانی که شما شکم مامانت بودی، اون باورهایی که تو مغزش بوده و باورهایی که به صورت ژنتیکی از پدر مادر وارد شما شده و یه سری چیزایی که وقتی به دنیا اومدی، حتی وقتی که بچه بودی و نمیتونستی حرف بزنی ولی جمع میکردی داده ها رو، میدیدی با چشات. خب میگم مثلا دیدی که یکی نوزاد، میگه جلوی نوزاد این کارا رو انجام نده، اون میفهمه، اون آدمه، حس میکنه، ممکنه حرف نزنه، ممکنه چیزی بهت نگه، ولی همه تک تک اون حرکات، تک تک اون شنیده ها، تک تک اون صحبت ها، اعمال، رفتار، همه مثل یه دوربین فیلم برداری اینجا همه ضبط میشه و وقتی که بزرگتر میشه اینها تبدیل میشه به یک آدمی که حالا اگر خوب باشه اون شنیده ها و دیده ها و چیزایی که بهش رسیده، اگه خوب باشه که یک شخصیت بسیار قوی و اگر بد باشه یک شخصیت متزلزل، ضعیف، گوشه‌گیر، خجالتی و خیلی خیلی اتفاقای بد دیگه. خب ولی خبر خوب اینجاست که ما هر چقدر که آموزش های بدی رو از دوران کودکی داشته باشیم، اگر که بخوایم همونجور که من خواستم، من هم نمیگم در خانواده نرمال همه چی گل و بلبل بود و این فاطمه با همه شرایط ایدئال رشد کرد و شد یک خانم مهندسی که الان شما دارین میبینینش، نه، یه سری داده ها درست بود، یه سری داده ها و باورها و آموزش ها و تعلیم هایی که از خانواده، از آموزش و پرورش، از تلویزیون، از جامعه، از دوستان، از فامیل گرفته بودم اشتباه بود. یک جایی باید من جلوی این زنجیره رو قیچی میکردم و این فاطمه رو با این وضعیتی که بزرگ شده بود به آینده تحویل نمیدادم. من تصمیم گرفتم توی یک جایی، توی یک نقطه‌ای استاپ بزنم و جلوی اون باورهای اشتباه رو بگیرم و اصلاحش کنم. اگر تو میخوای که تغییر کنی و نگی که بابای من، مامان من، خواهر من، نمیدونم همسایه من باعث میشن که من شرایطم ایدئال نشه که بخوام رشد کنم، اگر این چیزا رو میخوای بهانه کنی، همین الان لایو منو ترک کن و برو، چون من با تو کاری ندارم. من با آدمایی کار دارم که دوست دارن تغییر کنن و اولین جایی که میتونه اشاره بزنی به اون شخص خودتی، خودت. اولین و آخرین نفری هم که برات میمونه بازم خودتی. تو بهترین ازدواج هم داشته باشی، بهترین زن دنیا، بهترین شوهر دنیا نصیبت بشه، بهترین فرزندان نصیبت بشن، بهترین دوستان، پدر مادر، همه چی عالی باشه، در نهایت تو تنهایی. چرا؟ حالا من نمیدونم اعتقادات شما در چه حدی، اصلا چه دین و مسلکی دارین، اصلا مهم نیست. مهم اینجاست که من و تو رو یک نفری خلق کرده، ددی و مامی به کنار، ما رو یک نفری خلق کرده، خب که اونم تنهاست و ما از جنس خودش هستیم.
دیدی وقتی که خیلی تنها میشی، خیلی مضطر میشی، دیگه دستت به جایی بند نیست. به اون آقای مهندس زنگ زدی، به اون آقای دکتر زنگ زدی، به وزیر زنگ زدی، به فلان کسک که پارتیت زنگ زدی، هیچ کاری درست نشد. فلان پزشک با تمام تخصصش نمیتونه جون عزیزتو نجات بده. اون لحظه چیکار میکنی؟ اون لحظه میای میگی دامن کیو میگیری؟ حلا وکیلی به من بگین. همون آدمایی که میان میگن که خدا کجاست؟ خدا کجا بود؟ چرت و پرتا چی داره میگی؟ خدا اصلا وجود نداره. تو همون لحظه که خیلی تنها میشی و دستت از زمین و زمان کنده میشه و هیچ کس با تمام پولی که داری نمیتونه تو رو کمک کنه، در درون خودت یک ندایی میاد و تو میشنوی اون ندا رو و میگی که خدایا کمکم کن. پس تو ایمان داری، اعتقاد داری که یک نفر هست که فراتر از همه این آدما، این جک و جونورایی که تو این جنبندگانی که تو این کرات جهان هستی هستن وجود داره که قدرتش از ما بیشتر. برگردیم به عقب. زمانی که تو بچه بودی یه سری آموزش ها از پدر مادر و از جامعه و اینا گرفتی و بزرگ شدی و شدی الان این. یه سری باعث شد که آموزش ها باعث شد شخصیت تو رشد کنه، بهتر بشه، ولی یه سری باعث شد که تو ضعیف بشی. مثلا بچه که بودی، خب یه جایی که مثلا میافتادی یا مثلا به یه میزی چیزی میخوردی، مامان فوری میومد مثلا میخوردی به یه مبلی، ای مبل بچه منو زدی. من خودم هم این کارو میکردم. خواهرزادم که مثلا خورده بود به پله رو زدم، گفتم ای پله چرا پای خواهرزاده منو زخم کردی؟ بعدها که من آموزش دیدم، یاد گرفتم، دیدم این یه نوع فرافکنیه، یعنی تقصیر رو میندازه گردن یکی دیگه. اون مقصر بود، پله مقصر بود، بچه مقصر نبود. بچه قشنگ آگاه داشت میرفت، قشنگ با تمام نکات ایمنی داشت قدم برمی‌داشت، پله اومد خودشو زد به پای بچه. نه دیگه، این میشه فرافکنی. یعنی از همون بچگی مامان ما یا بابای ما به ما یاد داد که مثلا این دیواره مقصره، اون مقصر، تو مقصر نبودی که. اگر از همون بچگی به ما میگفتن که اگر تو دقت کنی، قشنگ با دقت راه بری، مواظب باشی ندویی، وقت اتفاقی برات نمیافته. اون وقت تو هم فرافکنی نمی‌کنی به این و به اون و اون، به زمین و زمان بگی تقصیر اونه. مثل آدمایی که الان به قول خودشون هفتشون گروه هشتشونه و میگن که حکومت این کارو کرد، دولت اون کارو کرد، نمیدونم جامعه اینجوریه، ما الان تحریمیم، میدونی ما تحریمیم، دستمون به جایی نمیرسه. وضعیت همینه، حقوق کمه و گرونه، همه چی گرونه، تازه خبر نداری بنزین هم میخوان گرون کنن.